کشوری که زمانی نماد فرهنگ و تمدن جهان بود حالا در چنگال دیکتاتور ویران شده. فقر، فساد و سرکوب از هر جا گلوی مردم رو گرفته. تو دنیای دیکتاتورها فساد به یک قانون تبدیل شده. اونا تو کاخهای مجلل زندگی میکنن و فرزنداشون در اروپا مشغول خوشگذرونی‌ان، اما مردم عادی در صفهای مرغ و دارو می‌جنگن. آیا این عدالته؟ دلار از 8,000 تومان به 80,000 تومان رسیده. اقتصاد این کشور هر روز به لبه پرتگاه نزدیکتر میشه. آزادی اجتماعی و سرکوب فرهنگی. آیا آزادی بیان برای این مردم وجود داره؟ پاسخ واضحه: نه. زنانی که برای حق انتخاب پوشش مبارزه میکنن زندانی یا کشته میشن. آیا صدای زن خطری برای امنیت ملیه؟ نابودی محیط زیست و طبیعت. دریاچه ارومیه خشک شده، جنگل‌ها سوختن و شهرها غرق در آلودگی‌اند. طبیعت این سرزمین که روزی زیباترین بود حالا زیر سایه فساد نابود شده. این حکومت حتی توانایی کنترل آب و خاک خودش رو نداره. هر روز شاهد پروژه‌هایی هستیم که با رشوه و فساد اجرایی میشن و بهای اون رو نسل‌های آینده میدن. فقر و مهاجرت جوانایی که باید سازنده آینده باشن دارن چمدون میبندن. چرا؟ چون اینجا آینده‌ای وجود نداره. کودکان این کشور به جای درس و تحصیل و بازی توی خیابون‌ها کار میکنن. کشوری که روزی پناهگاه رویاها بود حالا به خانه ناامیدی تبدیل شده. اما راه حل چیه؟ اتحاد. مردم با هم از هر دیکتاتوری قوی‌ترن. دیگه وقتش رسیده ایران رو پس بگیریم. خون کوروش در رگای ماست. ما از هر آخوند و ملایی قوی‌تریم. پیر و جوون باید متحد بشیم. دیکتاتورها فقط با اتحاد نابود میشن.